دوستان گلم سلام. یه چیزکیک خوشمزه داریم مخصوص شب یلداست، بریم با هم دیگه تهیهش کنیم. یه کره 50 گرمی آب شده، 2 تا دونه تخم مرغ، نصف استکان شکر رو با هم خوب هم بزنید، نصف قاشق مربا خوری وانیل، نصف قاشق مربا خوری و بیکینگ پودر اضافه کنید، هم بزنید و یه پیاله ماسخوری هم آرد بهش اضافه کنید و خوب همش بزنید. حالا قالبتون رو چرب کنین و مواد رو توی قالب بریزین و توی فر 180 درجه 25 دقیقه بذارین بپزه. حالا مواد روی چیزکیک: یه بسته ژل آلوورا رو با یه لیوان آب جوش مخلوط کنید، کنار بذارید. یه بسته پنیر ماسکارپونه 100 گرمی و خامه 100 گرمی رو با هم مخلوط کنید و ژل آلوورا رو هم بهش اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یه دست بشه. ته قالبتون رو سلفون بذارین، کیکتون که پخته شده و سرد شده رو قرار بدین و مخلوط چیزکیک رو روش بریزین. بذارین توی یخچال 2-3 ساعت بمونه. حالا یه بسته ژل انار رو حسابی با یه لیوان آب جوش مخلوط کنین. یه مقدار انار روی چیزکیکتون بریزین و آروم آروم ژل رو روی اون قرار بدین و باز بذارین توی یخچال تا خودشو بگیره. آروم از قالب جداش کنین. سلفن رو هم همینطور و برش بزنید و نوش جان کنید به همین راحتی.